هر نقطه‌ای که تو این تصویر می‌بینید یک ستاره نیست، یک کهکشان کامله. کهکشانی با صدها میلیارد ستاره، سیاره و شاید دنیاهایی ناشناخته. اما بخش عجیب ماجرا اینجاست. این فقط یه نقشه از فضا نیست، یه نقشه از زمانه. وقتی به دورترین نقاط این تصویر نگاه می‌کنیم، در واقع داریم میلیاردها سال به گذشته سفر می‌کنیم. بعضی از این نورها زمانی سفرشون رو شروع کردن که سیاره زمین حتی وجود نداشت. بعد از 5 سال تلاش، هزاران دانشمند تونستن بزرگترین نقشه سه‌بعدی کیهان رو تکمیل کنند. اونها از ابزار طیف‌سنجی انرژی تاریک استفاده کردند. ماشینی شگفت‌انگیز با 5000 فیبر نوری که هر شب حدود 100,000 کهکشان رو رصد میکنه. هدف اولیه ثبت 34 میلیون کهکشان و اختروش بود، اما نتیجه همه رو شگفت زده کرد. در پایان اخترشناس‌ها موفق شدند موقعیت 47 میلیون کهکشان و اختروش رو ثبت کنند. دانشمندان امیدوارند این داده‌های عظیم بتونن یکی از بزرگترین رازهای جهان رو آشکار کنند. راز انرژی تاریک، نیروی نامرئی که حدود 70% کل کیهان رو تشکیل میده و باعث میشه جهان با سرعتی فزاینده در حال انبساط باشه. این نقشه عظیم بیش از اون که پاسخ باشه، یادآوری میکنه که چه مقدار از کیهان هنوز در تاریکی پنهان مونده و شاید بزرگترین راز جهان هنوز جایی در این تاریکی منتظر کشف شدن باشه.